طبیعت می آموزد زمان رشد فرا رسیده است و تحول تا رسیدن به زیبایی، تنوع، رنگ، تراوت و حرکت. از طبیعت آموخته ایم که رونده در امتدادش باشیم. نهالی کاشتیم و نگاهش داشتیم تا بار دهد و نهالستان شود. برای پیوند طبیعت با زندگی. پاکچوب. در این پروژه 600 هکتاری کشت و صنعت بران شدیم که بکاریم تا به تولید رسانیم. از نهالستانی به مساحت 30,000 متر مربع تا 27 هکتار بخش صنعتی با بخش‌هایی متنوع و متکثر. گروه صنعتی پاکچوب توسعه را با کشته‌های خویش در فردای ایران می‌گستراند. اولین و بزرگترین خط تولید MDF خام با تکنولوژی CPS پلاس دیفنباخن آلمان در خاورمیانه با ظرفیت تولید بالغ بر 400,000 متر مکعب در سال. در گوشه دیگر از این مجموعه، کارخانه صنایع شیمیایی با برند آلدر ایتالیا سربر کرده است، با ظرفیت تولید روزانه 300 تن فرمالین. خط تولید و بسته‌بندی پنل‌های PVC و خط پرس دوبل ملامینه تنها در یکی از سوله‌های این کارخانه به مساحت 100,000 متر مربع مجهز گشته با تکنولوژی روز دنیا و دستگاه‌هایی رسیده از اروپا.
برای رسیدن تراوت طبیعت به فضای زندگی مشتریان، به میانجی محصولات این کارخانه، از قلب خوزستان به رگ رگه خاکی که تشنه توسعه است و فراتر از آن و جای جای جهان. خطوط تولیدی با نظارت شبانه روزی مهندسین و کنترلگران کیفیت همیشه در حرکت و جریان خواهند بود. نهال اکنون تنومند پاکچوب تنوع و رنگ و تازگی را از آوندهای طبیعت در دل لحظات و تجارب زیست جاری کرده و حرکت را در سیلان نگاه می‌دارد. پاکچوب برای انگیزه بخشی در مسیر رشد و تحول و توسعه ایران فردا کوشان و استوار همچون طبیعت در حرکت است.